سهلنگاری یک راننده برزیلی در سانتا کاترینای برزیل و این فاجعه حادثه نیست. کامیون حمل اتانول سر پیچ چپ میکنه و بلا فاصله آتیش میگیره. نگاه کنید ببینید، ماشینایی که نزدیک هستن بلا فاصله پیاده میشن و فرار میکنن مسافراش، اما بدبختانه این تازه اول داستانه. اتانول با چه سرعتی، نگاه کنید، تو سرازیری داره میره پایین و در عرض چند دقیقه اتوبان رو تبدیل کرد به یک جهنم زیر و رو. شما نگاه کنید ببینید مردم یه سری دنده عقب میگیرن فرار کنن برن، ولی فایده نداره. اصلا سرعت انتشار آتیش باور نکردنیه، یعنی اصلا باور نکردنیه. و ببینید صف طولانی ماشین ها، و این هم نتیجه اون آتش سوزی که ببینید 22 تا دونه سواری، 3 تا دونه کامیون آتیش گرفت تو برزیل توی این حادثه. نگاه کنید چه جهنمی تو اتوبان درست کرده. 5 نفر زخمی شدن، کسی کشته نشده، ولی فقط خواستم اینو بهتون نشون بدم که یک سهلنگاری، یک تصادف چه فاجعه‌ای رو به بار آورده. چیزی به این حجم و وسعت از ماشین ها هیچی نمونده، همه جزقاله شدن. کامیون رو نگاه کنید، گفت فقط استخوناش باقی مونده. دوستان راننده های عزیزی که عضو این پیج هستن، ازتون خواهش میکنم به خصوص اگر بار حساس دارید 10 برابر بیشتر از همیشه احتیاط بکنید.